چیخه یک نفر زندانی دستاش بسته در داخل زندان، یعنی که در اونجا صدا بلند میکنن، دست به سلاح میزنن، کسی را گویا میکشن و در اونجا چندین نفر دیگه کشته میشوه. یعنی چگونه است؟ نهایت نوار گذاشتم، یک معلم گفت که من 9 کیلومتر پیاده میرم. همون معلم دروغ گفت. 9 کیلومتر نمیدونم راستی. نه معلم خودش گپ زد، یعنی که این یگام من نخوندم، همون چیزی که معلم خودش گپ زد. 9 کیلومتر حاجی در هر یک قشلاق در مکتب هست. دروغ ای گپ. الو سلام علیکم. علیکم سلام. آواز من از میره؟ بله. من شما در یک چند سوال دارم. اول یک سوال میگی برای چی کسی که با فکر شما راضی نیست باید حتما خواهین باشه، باید حتما من نمیدونم خیلی صد نمود ناموقت استفاده میبریم، دموکراسی میگیم، چی میگیم. کسی که اگر طرفدار شما نشید حتما چاپلوسه. سوال همین. من سوال شما را جواب میگردم درباره دپوتات، درباره بعضا خودت جلسه کد سرخ برادر آموزگاری یا که چیکارگر هستی؟ من معلم دانشگاه دولتی کلوب. دانشگاه دولتی کلوب؟ آه. خیلی خوب. معلم معاش چقدر است برادر؟ نفهمیدم. معاش چقدر است؟ معاشم 2800. میرسد از زندگی؟ آزاد. آزاد؟ چند فرزند داری؟ اول سوالی من را جواب بدن. نه همه پاسپورت شما قطعا. نه اصلا ببین ده، یعنی فرق کننده است. مثال خودت میبروی یعنی آرام، یعنی بدون تأخیر، بدون دست دادن با یعنی که زندگی شخصی یک نفر گپ بزنی. من خطا نمیگم تو چاپلوسی، چون حق دفاع کردن داری از رژیم رحمانوف، اما بعضی ها مرز میگذارن برادر، میفهمی؟ گوش کن. بس اجازه بده ما گپ بزنم. بله. من خطا تحقیر نمیکنم، خودت مرا تحقیر نمیکنی، آرام باید گپ بزنی. خب بله. لیکن ما در همین گیم فضا داشتم خود پاکستان آباده، علامه تنجای زندگی خوبه. یعنی خود آرامی در چی میبینی؟ گوش کنین، بعضا فکتایی که شما میارین همیورا ما میبینم. بودیر یکم سوالی ما همین بود که برای چی که یک کس بودی نامجا نه خودت میگی نگاه کده برادر عزیز، یاد دقیقه خودت میگی وطن آباد است. نه آخی یاد دقیقه در مسئله چون ای سوال بیرون میشی، میگی وطن آباد است، آزاد است، درست؟ بیرون نشیدم. همون مطلب قدر لعنت میگم را تحقیر میکنم. من طرفدار تو نیستم، من طرفدار همین دولت حکومتم. برای چون که گپای شما نادرسته، برای چی باید نمیگم که مردم یگان فکت داری گپ زن تحقیر نکن. برای چی باید نمیگویی؟ سوال همین بود. کی را نمیگم؟ کسی که طرفدار شما نیست و فکر شما راضی نیست باید حتما چاپلوس است. یعنی کسی که حقیقت هم میبینه و چشماش همین باشه میگم چاپلوس است. من مثال میارم، ولی من برای خود مثال میارم. میگی وطن امنیت داره، آزاد است، درست؟ درست. یک سال پیش در دوشنبه در زندان زیاده از 100 نفر کشته شد، تا امروز کسی جواب نداده است امنیت در کجا است؟ 100 نفر کشته نشد باید اون چی این خیلی گپا در امریکا هم میشن. پس نوارها را برای چی نشان نمیتیم برای مردم که چگونه شد همین حادثه چگونه رخ داد؟ چون در زندان کامera هست، کسی نگه نیست دروغ میگه. بعضا مسئله هایی هست که سری دولتی این سری دولتی حساب نمیشه. من خوبتر میدونم سری دولتی چی است. این سری دولتی نیست. بس تو میگویی که یک دپوتات چند پول معاش میگیره؟ خب به سعود داده پروردی تو خود سعود داری، تو میفهمی که دپوتات، وزیر، خب پرزیدنت خب وظیفه‌ای هستند و یک علاوه وظیفه دیگر هست که اینا 100% در تامینات دولتی هستند. در چیزی دولتی هستند؟ از خودش در تامینات دولتی. یعنی دولت همین قدرت داره که برای فرزندان نور ماشین بگیره بتا باید. برای فرزندان نور ماشین نداره. هر وزیری که میخوایی یعنی دولت باید براشون بستانسرا بوده. نه بس یعنی دولت براشون در امارات در دبی روان سیرگشت کنن 10-20 هزار دلار مصرف بکنه براشون. وزیر شید فرزندی و حق نداره که تجارت کنه، حق نداره که تحصیل تحصیل کنه. برای ما بیار یک فرزندی وزیر که صاحب کار باشه. نامش بگو، صاحب کار موفق. همتون ما یک تیرمه بودی همه میتون. بگو. همتون نبیره جناب دولی را میگه او کس تجارت داره ای مردک خوب. خیلی میلیون ها تایم که تجارت توجیه در تجارت چی را داره؟ او جنتلمن کدام تجارت داره؟ او
1000 نمود چی تجارت میکنه کو بگو آخه خیلی ها. تو بدون اوه دارم بعد کدام نمودی تجارت در دست یو از کو بگو که خود ناز میدونی من نمیدونم واقعا نمیدونم که او تجارت میکنه و تجارت است و کدام نمود تجارت در دستی است من نمیدونم وای پدرش ها. سوی بود ها فیرمای فراز داشت انا مالکیت مردم فراز شرکتی عمرعلی قوتوف بود دوز دیدن از حساب پول مردم ماشین گرفته زندگی داره فهمیدی؟ با گپ درست نیست ما درست نیست بچه بیچاره را رفتن در استانبول به شهادت رساندنش چی خیلی با نادرست است اگر اون نادرست باشه برای چی او را میکشیم پس مایده موجی بیچاره را که از سیاست از پالیتیک دیگر اونها سبب مایده نادرست نشد ببین اگر نمی تا باز کنی نو چین دارم تلفن تا پیشتر بگیر صدا تا درست بکنی با قبضه صدا دست پیشتر بست اما کجاتون شما را میکشن تو من میبینم در گرمانیا این مردم دانشگاه میرم ما در گرمانیا 3 ماه ما در نیمی دریا بودم سوال خدا دارم کستونی که در پناه تای یکنیم 2000 یورو میستر در گرمانیا خودش تمام را بود که ما میگم ما یکم جو مبلغ نمیگیم ما میره جو آوردی خریدی پسیدی اما سر لیوان نمیگم حالی بست ای بچه یا دقیقه پیشتر و تلفن تا پیشتر مون ای برادر آوازت بزیب آمده سای در گرمانیا مردم 4 دلار معاش میگیرن ما موجود جوان رفیقان هستن اینا بیان یک برنامه شما دارن علت بیاد است پیوست میکنن و سی گپ میزنن پیوست میکنن میگه که او 1800 1900 یورو معاش میگیره زنش 2000 چند تا معاش میگیره هردش تقریبا 50 یورو میشه در یک ماه یک کودک رو میگم دیگه شما میگی میگن نمیگم برای چی میگن دور نمیرسه مثال عادی ترینش او معاش برام میگیرن 1 کیلووات سویت تقریبا 4 ای برادر ای یه دقیقه من گوشت میکنم تا آخیره آوازت از دور بزه با میسای میکروفون یا که همون نوشتیک تا بکش یا که از پیش گپ زن نه کنی گپ زن میکروفون ما انا جوره انا که یه بار دیگه هم نرخ کسی مرا بگو من فخر کنم نفهمیدم یه بار دیگه بگو که همین کسی ما چند سون بوده است کسونی تو خودت میدونی خب یکنی 200 یورو ارزونش 800 یورو 1000 یورو ما در گرمانیا هم بودم در گالندیا هم بودم در اسپانیا هم بودم در چخیا هم بودم ما یک معلم عادی مگر بوی که ما یک انا که بس یک معلم عادی یه دقیقه یک معلم عادی خودت مرا گفتی که ما او آدمایی نیست که سر ما توپتی همین قضیه زندان کو شهر بته آیا چه سری دولتی میشه هم کشتن یه نفر هم میکشن سری دولتی ایو چه سری است نه تو دروغ نگو آخی بچه دسته در دو زندان در خوجند هم همین حادثه رخ داد در دوشنبه هم رخ داد دنیا میدونه همین قضیه برای چی محکم شد کسی جواب نداد چیخه یک نفر زندانی دستاش بسته در داخل زندان یعنی که در اونجا صدا بلند میکنن دست به سلاح میزنن کسی را گویا میکشن و در اونجا چندین نفر دیگه کشته میشود یعنی چگونه است کینو بسیار تماشا کردگی جورا بچه من اصلی حادثه را همون چیزی که حکومت رحمان رو شهر داد که حادثه همین شده است در زندان مناقشه شده است زیاده از 50 و چند نفر رسمی میگن غیر رسمی زیاده چرا مردهاشون دادن نشد چرا برای مردم رسانوی نشد کامراها هست در زندان او سری دولتی نیست این افسانه تا برای در گوش کسی دیگه بگو چرا کامرا را برای مردم نگفتن که مردم شما حکومت تهمت نکنید این دوربین این فلانی از فلان زندان از فلان حجره بیرون شد رفت از فلان جا چون همه کامera نظارت است کسی میگن نظارت نیست دروغ میگین امینا بر آمدن رفتن تا این قدر سرکنو پیشکنشون کردن کجا بر آمدن کجا بر آمدن ایگام جا نه بر آمدن امینا چی جای دروغ داره ای بچه از زندانی که در زندانی شهری وعده شد هیچ کس ایگام جا نه بر آمدن در داخل زندان کشتنشون در کیرپیش نیز زندان stop ایامی کیرپیش نی چخل نبر آمدن اون مردم اگه جا بر آمد رفت کی بر آمد ورتالیو تا دادن کپوندن تو کی را گفته سای مست چی تو
حویلدار را رفتم بچه تو یکم توی دیگه نقل کردستی شد مسئله ما نیوشی وایو را بگو دپوتاتور نه هازی بسو چرا همین سیری زندان دیگه بیرون نشد چرا که جواب نداد چرا مسئول زندان ها منصور عمرов در نزد روزنامه‌نگاران مسئله شرح نداد برای چی چرا فرزند یعنی که یک از در زندان میغلطه او به معنی نیست که شما حق دارین او را بکشین جنایت کرده است بگذار در زندان باشه اما امنیت او باید در زندان نگاه کرده شود چرا امنیتش نگاه کرده نشد در دستش سلاح طرفی زندانبان بپرونه و زندانبان بیسته نگاه کنه تو نشان بتین در کجا دست سلاح بود کنیش کنی نداشتم نه کنی نشان بتین از سبب که سری دولتی این سری دولتی نمیشه توی تبر دایگام توی دیگه نخون که بچه این سری دولتی نمیشه این دروغ است سری دولتی این سری دولتی نیست این سری دولتی نیست برای اگام جای دیگه بخون اگام کتاب دیگه بخون این مسئله سری دولتی نیست آشکار همه میدونه در زندان یک نفر بردین دست و پاش بسته کردین یعنی باید اگر یک نفر در زندان هم باشد او به معنی نیست که او زندانی است میخواین تجاوزش کنین میخواین بپرونش نه امنیت او باید حفظ کرده شود داخل زندان هم کسی حق نداره که یک شهروند از آزادی محروم بکنه صبر کن شما تا این درجه ظالم نشین هیچ کس حق نداره که یک نفر از آزادی محروم بکنه سرقانون کشور میگه کسی حق نداره یعنی یک نفر شما بردین زندان کردین خب جنایت اگر بگذار کرد اما امنیت او باید در داخل زندان نگاه کرده شود باید امنیت او نگاه کرده شود در داخل زندان میفهمی نباید او بمره از زندان مردش بروید ایلا که اگر قضیه الهی نباشه مرگ چی نباشه ولی او پراندگی هستین سلاح گرفتین پراندین کی پراند تو گفتنی که هوا بوند کردن خستن همه را زدن علو زدن بیاره نشان بتین برای مردم که بوند کرده باشه کو نشان بتین کو اگر واقعا اونها همه خیلی صدا بلند کردن کو برای مردم نشان بتین بوند کردن اینا نشان بتین مقصد همو آزادانه برآمده رفتن بود یگان مقصد نبود اینجا مکرای دیگه بود دروغ نگین کو برای مردم نشان بتین کو نشان بتین کو واقعا اونها صدا بلند کردن میخواستن گریزن کو نشان بتین گوش کن یک پریام استفاده میبریم نه خب نه تو دعوا داری کو نشان بتین نه بیس ما بفهمونم خب اگر یک آدم نظامی قطعی صحبت کرد بحث کرد تو وای سوال ابته وقتی ما میگم آموزگارم مکتب اولی در معلمم تو مرا نو مسئله را بگو شما کارمندی حفظ حقوق سوال میتین که چی با که معلم یا تو آموزگاری من از آموزگار چند فایز بودجه کشور در ساحه معارف صرف کرده میشود من نمیفهمم نمیدونم من اختصاصم فیلولوژیا دیم اختصاصم اقتصادیات هم با ساحه منیجمنت ساحه مالیه نیست برای این سوال مرا نته سوالی را دبته که من موافقه تو حاضر گفتی که تو اقتصاددان هستی درست اقتصاددان منیجمنت مالیه اقتصادیات کلان است ساحه کلان است منیجمنت مالیوی خب بودجه کشور در سال 2020 چقدر بود من نمیدونم من میگم من اختصاص مالیه نیست منیجمنت از مالیه فرق داره فرخته پروفسور گرفتی است همین چیز فرق نمیکنی عادی ترین چیز رکتور دانشگاه شهر کلاب کی است وزیر معارف کی است امروز وزیر معارف کی است امامزاده پیشینش کی بود نوردین سعید آیا هم نوردین سعید و چه نوردین سعید و یک پروفسور قبول میکردی همچون یک پروفسور نه همچون یک اکادمی قبولش میکنه او سطح گپزنی او را دیدی در رسانه ها مرا شرمنده کرد وزیر مگر همون قدر عقل باید داشته باشه نه ببین من اولی وزیر معارف ازبکستان قای گپ زدم عموما روسی را نمیدونه گپ در سر روسی نیست بگذار ندونه زبان تاجیکی را گپ زنی شدیدی آزاد گپ میزنه به یگان مشکلی ای بچه شما بعد این قدر فشاری روحانی میارین روانی میارین انسان ده بعد همه همی با میخواین که آزاد گپ زنه کدام فشار آوردیم؟ ما فشار نآوردیم مسئله زندان گفتیم من نمیدونم
من نمیدونم گفتی چون که این سری دولتی است، چون سری دولتی نیست دروغ میگین. مسئله بودجه کشور در ساحه معارف، تو معلمی مکتب در دانشگاه درس میدی، تو چه نمیدونی؟ باید بدونی. من نمیدونم. تو باید بدونی که چند فایز باید بدونی و باید حتی حق سوال دادن داشته باشی که محترم وزیر، خب از بودجه کشور در سالی 2000 و فلان این قدر مبلغ جدا شد. خب کو من واقعا ندیدم لایه های معارفه، چون در صدای مردم هر روز یک مکتبی کندگی نشون میتن. باید برای وزیر سوال بکنی که چرا همین پولا در مکتبا صرف نمیشه؟ چرا در ایشکاشی مکتب نیست؟ چرا در فلان جا مکتب نیست؟ پس این پول کجا میشه؟ تو حق سوال دادن داری؟ آیا میتونی برای وزیر سوال بتی؟ من در جایی که من کار میکنم همه چیزش سازه. خیلی در جای تو سازه، یعنی یک شهروند، یک نفری که در یک کشور دوردست زندگی میکنه او حق همه چیز ساز بدن نداره؟ ببین بست تازی خیتویا بست نه یک دقیقه نه یک نوار گذاشتم، یک معلم گفت که من 9 کیلومتر پیاده میرم میام، همون معلم دروغ گفت. 9 کیلومتر نمیدونم راستی گپ نه معلم خودش گپ زد، یعنی که این یگام من نخوندم، همون چیزی که معلم خودش گپ زد. تو بدست کلی 9 کیلومتر حاجی در هر یک قشلاق در مکتب هست. دروغ ای گپ. значи همون معلم و همون معلمی بزرگیش دروغ میگن. دو نفری که در اونجا گفتن فریب کردن. نه 9 کیلومتر در نه من مکتب نشان دادم، پول مکتب یعنی همون میدانچه‌ای که کودک‌ها باید بازی کنن یک ادیر است، اصلا جای نشستن نیست، جای یعنی که استراحت کردن نیست. آیا مکتب باید چنین باشه؟ ما راستی گپ ما دیرتر در اومدم بسیاری. حالا من برات میمونم پیشترک دال بس. مرا زنگ زدم که پیوست شوم. یا دخبه من تو دیرتر در اومدی من برمیگردم میمونم. دولت تاجیکستان اینا بس همه چیز سوادی تو میرسیده، همه چیز میفهمیده. تو تاجیکستان با گرمانیا و با امریکا برابر کردیست. در امریکا 400 چند سال شد دموکراسی ساختن، 400 چند سال شد حاضر هم برابری نیست. میدونی که در همونجا مکتبی سیاه پوستاجی داره، سفید پوستاجی داره. این مسئله ما در امریکا کار ندارم. امریکا پیشوای ملت ندارن، بشریت ندارن، فشریت ندارن، اساسگاه صلح و وحدت ندارن، چنکرته قهرمان ندارن، پدر ملت ندارن. یک نفر توی اندازه نمیلسن، نمیبوسن. اخی 4 سال بالاخره 8 سال رفت تمام. اما ما اخی دعوای ما از امریکا ده زیادتر است. ما میگیم تاجیکستان بهشتی روی زمین. مرحمت مکتب یک بار بگذار. اینا نیا کن، حالی کودک ببین، زنگ شدگی است، تنفس، کودک رفته است، نیا کن چارقاوک در روی سنگ کشیده است برای درس دیگه. همین است مگر معارف و مکتب؟ ما وزیر اگر بیس یک دقیقه، ما وزیر اگر ای واتساپ برامو یوتیوب ما گیریم کنم ببینیم هم نواری تر اگر نمیمره بدرو ببین، نمیمره. ما ببینیم چی را مونده تو جایی. حالی در جای در اتاق کاری یا که در خونه؟ در خونه ایم. بعد کامپیوتر نداری؟ چه معلمی کامپیوتر نداری؟ کامپیوتر دارم. که گیران که کامپیوتر من انتظار میشم گیران که